سلام داداش گل من، زیزو دیوتی هستم. خوش اومدید به کانال. لطفا برای حمایت از ما کانال رو لایک و ساب کنید و یه کامنت هم برای ما قرار بدید. امروز اومدیم برای آموزش رایگان زدن گردونه 5 گان لژندری که حالا اکتیویژن به تازگی این گردونه وارد بازی کرد. خود دوستان شما میتونید با استفاده از سی پی و توکن های رایگان این گردونه رو بزنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. حالا چند دقیقه دیگه میریم سراغ بررسی سریع از این گردونه و آموزش دریافت توکن رو به شما میگیم. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، اول ما روی گردونه میزنیم، آیتم های لژندش رو مشاهده میکنیم مثل لوکاس، M4 LMG، ICR1 و مک 10 که آیتم های بسیار خوبی داره. آیتم های اپیکش رو نگاه میکنیم. خب دوستان، شما با زدن گربه سمت چپ پایین میتونید 3 عدد توکن رو دریافت کنید و 3 بار گردونه رو بزنید و 3 بار شانس خودتون رو امتحان کنید که اینجوریه. که حالا در بخش سریز یک ایونتی اومده که میتونید با استفاده از سی پی توکن بگیرید. حالا با استفاده از 5 عدد سی پی میتونید 100 عدد توکن بگیرید و 290 تا سی پی میتونید 1000 عدد توکن بگیرید. که بخش پایینش هم بود که چجوری میتونید بخش پایینش رو باز کنید. تنها راه باز کردن بخش پایین اینجوریه که شما بخش بالا یعنی 5 عدد سی پی و 200 عدد 290 تا سی پی رو بدید و توکن ها رو بگیرید و با توکن هاتون برید گردونه بزنید و هر وقت تونستید گان لژندی از گردونه بگیرید، حالا مثلا شما تونستید یه لوکاسی از گردونه بگیرید، آیتم های پایین خودکار براتون باز میشه. تنها نکتهش اینه. و کسایی که تا الان ما رو دیدن لطفا برای لایک و کامنت و ساب بذارین و فراموش نشه. ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو دیدین و از بقیه گیم پلی هم لذت ببرید. ممنون. خداحافظ. Flashbang grenade. Proceed with caution. Get out of this smoke. Skill chips ready for upgrade. Hostile stealth chopper inbound. Buy station is currently unavailable.